سلام علیکم رحمت الله و برکاته. بعد از سلام من از شما خواهش و التماس میکنم که با این 5 سوالی که من میدهم جواب عمیق دهید. خاک جواب عمیق شه کوشش میکنیم، ما دویم تا همین روزا کوشش کردیم که جواب عمیق دهیم، ولی بچه‌ها فکر میکنن که البته جواب عمیق نیستن. ولی امشب یک کس هم ایرسی از زنگ زده است، میگه در همین جای حلقه ما شیشتگی بدیم کدام مولوی خطیب یک دیسک شما را گوش کردیم، گفتن که در همین جا خطا کرد، یعنی در دیسک شما 3 جای خطا گرفتن مولوی. ما گفتم مولوی نبوده است، مولوی میشید حاجی میرزا هم به خطا نیست، من نمیگم که خطا نمیکنم، ولی مولوی که میشد خطا را به شما نمیگفت و راست در من میبرامد و میگو که در همین جا برادر عزیز همین مسئله شاید که اشتباه کرده باشی، در بین او 4-5 کس گویم ملا بودن خود چه نشانه میداد و اکو همین معنای همین را دارد که یعنی خطایی را که گرفتیم، یعنی این هیچی نیست در پیش ما، همین خیلی فکر میکنن خدا شونه در پیش اونا هم تا معرفی میکنن، ولی میلش ما همین اگر یگان چی درمندم شویم لیکن با زبان اظهارش نمیکنیم، میگیم خدا هدایت کند. کل بنی آدم خطاون است برادر، همه فرزند آدم خطا میکنند، ما هم بسیار خطاها را میدونیم، ولی شر نیست در بین قوم بگیم که فلانی 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 اینتا. برای همین برادر عزیز و گرامی جواب ها انشاءالله انیقا چیزی که میدانم، چیزی که هر چیزی که گفتم من اگر چنده که برای شما شاید بعضی وقت آیت قرآن نگویم کدام سوره است یا حدیث در کدام صحیح بخاری است یا صحیح مسلم است، ولی در ذهن خود و شما اگر از من پرسین من برای شما انیق چه گفته میتونم. من صاحب 7 فرزندی به پدر می باشم، پسر کلانی هم 20 ساله می باشد، دیگرهایش از آن خورد شکر خدا که صاحب زمین می باشیم. ما از آن زمین حاصل هر خیله می گیریم، مثلا گندم، زغیر و دیگر نمودی زراعت ها. و من میگن که زکات ندهید که حقی صغیر می باشد، درست است یا نه؟ و من باشم از خدا می ترسم، می خواهم که دهم. یک مادر است، کدام مادری هست که 7 فرزند دارد، پدر نیست، مقصد گندم میگیرن، زغیر میگیرن، کدام با دلسوزی دیگه بوده است، گفته است که مقصد شما از این زمین عشر ندهین، زکات نه و عشر ندهین زیرا که حقی صغیر است. نه مادری عزیز، همون فکر خود درست است. از زراعتی که ما از زمین میبرداریم ما عشرش باید که جدا کنیم، اگرچند که امروز بعضی از داملاهای بزرگ ما هم فتواهاشون هست که در این زمینهای ما حاضر عشر نمیتیند، ولی در جواب اونها باز بعضی از بزرگهای ما و شما باز کتاب نویساندن که همون عباره و این قله‌ای که در کتاب زکات آمده است اگرچند کم هم باشد عشر دهین، گفتن خوبش عشر دادن است. یعنی اگر این مادر ما شاید که از زمینهاش تانه زغیر گندم گیرد، باکی ندارد مادر عزیز، او حق صغیر نیست، حق او را دادن حق خدا هست، حق بنده های خدا هست، او در گردن ما و شما شرط و ضرور است. برای همین ما سر هر یک 100 کیلوی 10 کیلو باید جدا کنیم، حتی 10 کیلو هم که گیریم 1 کیلوش باید که ما عشر دهیم برای آدمای مستحق، برای آدمای بیچاره و ناتوان، چه از اولاد خودت باشد چه از همسایه‌هات باشد، درست میشه. دوم شوهرم یک دوره بیمار شد و بیمار شده ماند و من نتوانستم که از وی بخشش پرسم، راستی دلم نشد، حالا باشد پشیمان شدم و با خود میگم که چرا نپرسیدم که از من راضی بود یا نه، چون که زندگی به پستی و بلندی نمی شود. شکر خدا را به حساب میکنم که قرآن و 2 رکعت نماز در حقش میگذارم. خدا جان قبول گرداند، نمیدانم خدا جان مرا میبخشد یا نه، انشاءالله پروردگار تو را میبخشد. مثلا وقتی که مرد یک باره بیمار شد و دیگر من دلاور نشدم که از من راضی هستی یا نه. راستی بار این چیز در برابر آدم بیمار پرسیدن حاجت نیست. آدم وقتی شوهرش بیمار شود، حالت بیماری مرگ باشد، اون حالتی نیست که زنک پرسد که مردک از من راضی هستی یا نه.
همین در دوام حیات گفتی همون شاعرها که بعد مردن خوابیایی خانه‌یا، یعنی ما در حیات باید که راضی گردانیم. در حیات ما خودمان از روی خدمت و از روی رفتارمان حس میکنیم که همین مردک از من راضی است یا راضی نیست، خودمان حس میکنیم. برای همین من یک بار دیگر هم برای بعضی از جوان مردها گفته بودم که شما در حال حیاتتان پدر و مادرتان احترام نمیکنین، بعد وقتی که از سر که میگذرد بعد قالینها در صورت میزنین و بعد گوییم که نان و آبتان بعد دیگه فراوان شدن میگیرد. یعنی اینجا جای خدمت نیست، این نشانه خدمت نیست. نشانه خدمت رازگی خود همون پدر و مادر است. برای همین مادر عزیز انشاءالله از این مهربانی‌هایی که در تو میبینیم و در خط تو میبینیم، شما از جمله همون مادرهای هستین که انشاءالله شوهر از شما راضی هست. پرسیدن شما شرط هم نبود. میگویند که محض پوشیدن نماز خواندن در زن روا نیست. آیا این درست است یا نه؟ هر یک زن و مرد میتواند که محضیش پوشد. برای زن و مرد فرق ندارد محض پوشیدن. درست است مادر عزیز. از پس من بسیار زنها نماز میگذارند، بسیاری آنها در ماه شریف رمضان، لیکن خودشان نیت میکنند. بعد من بلند میگویم درست باشد یا نه؟ جواب گوید درست میشود. شما در بین زنها اگر بلندم خوانین، آواز شما در بین زنها سطر نیست، درست میشود نمازتان. پنجم، نیت نماز تهجد چه خیل میباشد و کدام سوره را میخوانی؟ اکنون تهجد نیت ندارد، همون نیت کردن میگذارم 2 رکعت نماز همیشه هم بس است. یا که اگر شما گویین که الله اکبر و نیت که در قلب شما نیت تهجد است، خودش قبول است، شرط نیست که به زبان گویین. ولی بسیاری بچه ها در اطراف همین نیت غسل جنابت زیاد میپرسند که همین حتی دیروز مولانا قطعی حجاب بودیم زنگ زدن، گفتن یک ملا 1 ساعتی دراز گفت ما را در نکاح داشت تا که تو نیت غسل نمیدونی نکاح تو درست نیست. 1 ساعت هم بیچاره در همون معرکه نیت غسل از یاد کرده، بعد نکاحش کرده. اینو ببینید برادر عزیز، هم بچه خودشون گفتند اینا که 1 ساعت من نیت غسل از یاد کردم، بعدا مرا نکاح کردن. حالا که هیچی ضرورت نداره، آخه هیچی ضرورت نداره برادر عزیز. باز میگویم همون انسان که خانه‌داریش که کرد، شما با همون نیت غسل جنابت که میخیزین خودش نیت است. ولی شما ببینید نمازهای عید قربان در هر محله‌ای که میخوانین، ملاهاتون چی میگد؟ میگد که بچم که همون از خانه‌تون که برآمده آمدین این نیت کردن بگذارم 2 رکعت نماز عید قربان با جمله تکبیراتش که واجب این وقت است، روی آوردن به قبله دیگر. یعنی اینها را وقتی شما ندانین، امام ها میگن شما همین گویین که الله اکبر، همون قدمای زدگیتان خودش نیت است. برای همین نیت غسل که حاضر اطرافی و مقصدی قدر گویم جستجو هست، ضرورت ندارد. برای همین اون برادر عزیزی ما اگر جوان مرد از نمازش میپرسید، بچم نمازات میخوانی یا نمیخوانی؟ بچم از حرام های خدا دور هستی یا نه؟ بچم این میانه برای زندگی بسته، آیا حل زندگی را رفته میتانی یا نه؟ آیا این مشکلات های زندگی را میدانی چی سختی ها دارد؟ 4 نصیحت کن که از اون نصیحتی تو اگر تو از دنیا هم گذاری اون نکاحگر فراموش نمیکنه کی ویا نکاح کرده است و نصیحتایت هم از ذهنش دور نمیرود. نیت غسل او را چیکارش میکنی؟ هیچ حاجت نیست به تو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، ما یک گروه مخلصان و خواهران اسلامی شما خواهش داریم با سوال ما جواب گویید. خانه را در شب رفتن و دسترخوان را در شب تکیدن جایز است یا نه؟ جایز است. در شب خانه رفتن، در شب دسترخوان را تکیدن، اینا یگان گناهی ندارند، یگان گناهی ندارند. ولی خانه روی هم به خودش باز قاعده هاش دارد، قاعده های دارد. اکن وقتش که صاحبای 4 کتاب خدا رحمتشون کنند میگفتن شب در آینه نظر کردن خطاست، چون به روز بینی تو خود روی خود رواست، همتا عباره ها میگفتن.
یا اینکه میگفتن در شب خانه را نروین یا در شب دسترخوان را نتکین. اگه اون زمانا از این زمانا خیلی فرق میکنن. اون زمانا این خیلی قالین ها و این خیلی پلس های زیبا و این خیلی روشنی ها در تاری سر نداشتن و این خیلی جاروب های فسان و حاضر مردم علاقه جاروب دیگه کار نمیفرمان. حاضر پلاساس قطعی همه مثال با اکثریت پلاساس میبرن، میگه جاروب دیگه نمیشه، چنگ خاک میکند، فلان و فلان میکنه. مایلش این مدنیت های، این پیشرفت های. هر کس به هر چیزی که قوت امکانیت دارد کردن گیرد، باکی ندارد. برای همین لیکن فقط قاعده دارد، رفتن هم به خودش قاعده دارد. حتی شریعت دین چنان دینی هست که حتی رفتن زن در کتاب بیان کرده است که چگونه مثال زن خانه را روید. برای همین شما وقتی که خانه را جاروب میزنین، همون قاعده هایی که زنها میدانند طریقه خانه را رفتن، همونها را استفاده برین. باکی ندارد خواهرای تازگی همه وقت خوبه، شب هم در کار، روز هم در کار، همه وقت تازگی در کار است. خب